دوستان سلام. امروز میخوایم در رابطه با تراشیدن دو طرف دیسک همزمان به صورت خیلی دقیق با هم صحبت کنیم. اول نسبت به اندازه دیسکمون یه دونه لوله بر میداریم و میبندیمشون تو پارچه های سه نظام، تو پله هایی که از قبل تراشیده شده که تکیه گاهش باشه. بعد با ساعت کفش رو میزون میکنیم که صفر بایسته ساعتمون. بعد به این صورت دیسکو میبندیمش دم دستگاه تراش، جوری که نشیمنگاه دیسک روی توپی قرار میگیره بچسبه به لوله. بعد یه دونه فنر از قبل آماده کردیم میبندازیم دور دیسک که ارتعاشات و چر زدن قلممونه بگیریم. بعد با یه دونه قلم چپ تراش به راحتی با دور بالا سمت چپ دیسکو میتراشیم و میزونش میکنیم و بعد با یه قلم راست تراش سمت راستو میتراشیم و میزونش میکنیم که اینجوری میشه دو طرف همزمان با هم تراشیده شده بدون هیچ خطایی و لرزشی.